درود بر شما مخاطبان رادیو لیدوما. با یه پادکست پر انرژی با شما همراهان گرامی هستیم. توی هر نقطه از زندگیتون که هستید برای یه لحظه چشماتون رو ببندید و به صدای قلبتون گوش بدید. کسی که باور داشته باشه بلند میشه. کسی که باور داشته باشه جذب میکنه. کسی که باور داشته باشه تلاش میکنه. کسی که باور داشته باشه حرکت میکنه. فقط برای یه لحظه مغزت و ذهنتو تعطیل کن و به ندای قلبت گوش کن. کافیه قدم اولو برداری. لطفاً ذهن حرافتون رو تعطیل کن. این ذهن همون چیزیه که سالهاست باعث شده حرکت نکنه. برای یه لحظه چشماتون رو ببندید و مغزتون رو خاموش کنید. من مطمئنم که ندای قلبت بهت میگه تو میتونی. فقط کافیه بخوای و بلند شی. توجهتون رو ببرید به قلبتون که بهتون میگه تو میتونی. و این قلب شما نیست که با شما حرف میزنه. این خداست که در قلب تو داره به تو میگه تو میتونی. تو اگر باور داشته باشی و بلند شی، من مسیر رو بهت نشون میدم. تو میتونی تمام مشکلاتتو حل کنی، به شرط اینکه به ندای قلبت گوش کنی. من مطمئنم که میتونید. وقتی که تو بلند میشی و حرکت میکنی، میبینی که درها چطور یکی پس از دیگری به رویت باز میشه. فقط باید باور داشته باشی و قدم اولو محکم برداری. بعد خواهی دید که چگونه از راههایی که تو اصلاً فکرشو نمی کنی همه چیز مثل یه رویا اتفاق خواهد افتاد. همین که الان داری صدای منو میشنوی توی مسیری. لطفاً ادامه بده. تو میتونی. تو میتونی. تو میتونی.